چیه جواد؟ درگیری خیابونی؟ این بیشتر خود درگیریه. دعوا نیست؟ خیلی تابلوه که به دستش نگاه کن. آها ورزشیه؟ بوکس؟ مایک تایسون؟ رایدر تو واسه چی گفتی؟ بابا خیلی خوب داشت اجرا میکرد. من همون ثانیه اول فهمیدم. چون خودت کلمه رو به جواد گفتی اجرا کنه احمق. آها آره راست میگی، الان یادم اومد. اگه این رایدر شلمغزم نگفته بود من خودم میفهمیدم. این دیگه به ما ربط نداره، یار خودشون اشتباه کرده. امتیاز برای ماه. یا رایدر الکی امتیازو دادی به این مفخورا. واقعا کلت از جیب رضام خالی تره. نگران نباش، الان میرم واسه یه جوری کلمه بعدی رو اجرا میکنم که به خاطرش اسکار بگیرم. این امتیاز آخره. اگر نتونید بگید شرط رو باختید، بعد پاشید برید غذا رو شما بگیرید. رایدر قضیه ناموسیه. جان زیدت این یکی رو درست اجرا کن. یا الله سعید دقت کن. تایمو زدم، شروع کن رایدر. رایدر شروع شده، واسه چی اجرا نمی‌کنی؟ فکر کنم باتریش تموم شده. یه نیم قلمی بذارید لاچاکش. احمق واضح‌تر از این دارم اجرا میکنم دیگه. زمان داره تموم میشه، یه سمت دیگه نشون بده. بیا اینم یه سمت دیگه. بابا اصلا متوجه نمیشم. یکم به اون باسن پشمیت فشار بیار، یه حرکتی بزن. تا آقا حرف نمیتونی بزنی، خطا داره. شکستن شیشه؟ نه این نبود. تایمتون تموم شد. نه بهت رایدر. کلمه چی بود؟ بابا کلمش کوه بود دیگه. کوه؟ پس چرا تکون نمیخوردی؟ مشتی مگه کوه تکون میخوره؟ اون صدای چی بود در آوردی؟ اون دست من نبود. نوک قله یهو هوا ابری شد، رعد و برق زد. یکم بیش از حد طبیعی بازی کردی. بابا این یار من خیلی پخمه بود. دیگه طبیعی تر از این باید چجوری نشون میدادم؟ آره خیلی طبیعی بود. فقط به جایی که کوه نشون بدی غیبش کردی. خب حالا که اسکارتو گرفتی، برید با سعید اون نهاری که باختید و بخرید. توی این بیپولی همینو کم داشتیم. رایدر نکوار تو. این سری پول غذا رو چجوری بکنم تو پاچه سعید؟ آها فهمیدم. گوشیمو کوک میکنم، موقع حساب کردن گوشیم زنگ بخوره. احتمالاً رایدر مثل همیشه میخواد از تکنیک زنگ خوردن گوشی استفاده کنه. باید قبل از اینکه گوشی زنگ بخوره برم دستشویی. باید حواسم به این لاشی باشه. قبل اینکه سفارش بدی میگم اگه دستشویی داری برو که موقع حساب نتونه بپیچه. باید مراقب باشم. با یه لاشخور حرفه‌ای طرفم. ای کاش میدونستم الان تو ذهنش چی میگذره. یه پلن بی هم لازم دارم. بذار یه چستانه ریز بکنم. چند وقت حقوقمو نریختن. چه جالب، جفتمون همزمان یه چیز گفتیم. حاجی بعضی وقتا حس میکنم ما فکر همدیگه رو میخونیم. آره منم همینطور. فقط نمیدونم چرا توی بازی با هم مچ نیستیم. میگم سعید به جان جواد حقوق منو واقعا نریختن و داداش رضا بمیره حقوق منم واقعا نریختن. کفتر برینه رو مگه دروغ بگم. این دیگه چی بود؟ داش سعید مبارکه. فکر کنم حقوق تو ریختن. حسابتو یه چک بکن. ریدم توی شانس. امروز کلا رو دور نیستم. رو بیافت بریم تا بعدیو نزدم. از شانست مثل که اسهالم بوده. حاجی جلو اون ساختمونه چه خبره؟ حاجی بالاخره شانسمون گرفت. فکر کنم دارن نظری میدن. نظری واسه چی؟ محرم که تموم شده. نمیدونم. مهم اینه که پول غذا تو پاچت نرفت. تو پاچم یا تو پاچمون؟ آره تو پاچمون. بیا سریعتر بریم تا غذا تموم نشده. جمعیت رو ببین. فکر کنم کبابه. اونجا رو ببینین، پروفسور داره میاد. آماده ای مصاحبه بشین. دوربینا روشن. خب صف چند تایی کجاست؟ فرق نداره. یا آشنا پیدا کن بیافتیم اول صف. نفری 4 تا بتونیم بگیریم فردا نهارمون هم اوکی میشه. به آقا کجا بودید؟ از صبح منتظرتونیم. راستش ما همین الان متوجه شدیم نظری میدن وگرنه زودتر می اومدیم. مسیر چطور بود؟ راحت رسیدین؟ راحت که چه عرض کنم. حقیقتش ما پیاده اومدیم، یکم لاچاکمون عرق سوزه. پروفسور شما چجوری تو این سن کم به این مقطع تحصیلی رسیدین؟ چه جالب. نمیدونستم دیپلم هنوز اینقدر ارزش داره. حاجی کاش منم دیپلممو گرفته بودم. منظورش اون مدرک پروفسوراتونه. فکر کنم اشتباهی شده. من همون دیپلمم به زور گرفتم. خدای من چقدر پروفسور فروتنه. فروتن چیه بابا؟ جدی گفتم من پروفسور نیستم. پروفسور بیایید بریم بالا تا شلوغ‌تر از این نشده. آره بریم بالا. اینا مثل این که خیلی حالشون بده. خب زودتر میگفتی نظری و بالا میدم. جناب پروفسور اگر مایلید قراردادو همین الان ببندیم. آقا ما به دوستان پایینم گفتیم. مثل این که یه اشتباهی شده. بله مبلغ قرارداد اشتباه بود. ما اصلاحش کردیم به 1 میلیون. 1 میلیون تومان؟ 1 میلیون دلار. فقط این که شما چه نسبتی با پروفسور دارین؟
من چیزشم دستیارشم. رایدر داری چه غلطی میکنی؟ اسکول نشنیدی چه قیمتی گفت؟ خب احمق من که اون پروفسوره نیستم. ولی اینا فکر میکنن هستی. تو نقشت بمون تا پولو ازشون بگیریم. خیلی هم عالی. پروفسور جلسه رو شروع کنیم. چیزه استاد به زبون لوسانتوسی مسلط نیست. من حرفاشون رو ترجمه میکنم. یس کنسا و بیلبائو جوزه. پروفسور میفرمایند که خیلی خوشحالم که تو این جلسم. شما گفتین پروفسور زبان لوسانتوسیش خوب نیست؟ یس لوسانتوس تعطیلیانو. میگن بله از زبان لوسانتوسی بارشون نیست. خب چطوری دارن جواب حرفای ما رو میدن؟ جوزه رایدر انو همزنیانو. نه زبان لوسانتوسی رو میفهمن، نمیتونن صحبت کنن. آها بله متوجه شدم. خب استاد یکم راجع به اختراعتون صحبت کنید. مسی، رونالدو، سرخیو راموس، کیلیان امباپه. میگن که کدوم اختراع؟ همون رباتای هوشمندی که خیلی به انسان شباهت دارن. اوه یس آلپاچینو، دیکاپریو، لاچاک نیمسوزیانو. میگن که بله یادم اومد سر این اختراع چه لاچاکی ازم نیمسوز شد. قطعاً پروژه سختی بوده. فقط ما کی میتونیم این ربات‌ها رو ببینیم؟ سوال خوبیه. اجازه بدین من یه مشورت با پروفسور بکنم بهتون میگم. پروفسور حالا از اینجا به بعد چه گویی بخوریم؟ به نظرم تا اینجاش هم گوه زیاد خوردیم. یا فرار کنیم. نه بابا فرار چیه؟ میگم نمیتونی یه ربات بسازی؟ مشتی من تا الان یه کاردستی هم درست نکردم. ربات از کجا بیارم؟ میتونیم یه چی شبیه ربات پیدا کنیم بهشون غالب کنیم. حاجی میگم نظرت راجع به جواد و رضا چیه؟ ببین بچهای خوبی هن، فقط یکم قیافه هاشون شخمیه. احمق منظورم اینه جواد و رضا رو میتونیم جای ربات بهشون غالب کنیم. آفرین پسر توی نابغه ای. فقط به نظرت شک نمیکنن؟ نه بابا اینا که هنوز اختراعو ندیدن. هرچی بذاریم جلوشون باورشون میشه. چی شد پروفسور؟ به نتیجه رسیدین؟ Yes of course. جواد سکسوبر اند رضا مولاچاکیانو. بله میگن که دوتا از رباتاشون به اسم جواد سکسوبر و رضا مولاچاکی تا آخر این هفته آماده رونمایی هن. چه اسمگذاری جالبی. فقط اینکه اینا برای شارژ شدن از چه انرژی استفاده میکنن؟ انرژی دودی. یه قلیون بذار جلوشون تا شب شارژن. جالبه واقعا شبیه انسان‌ها طراحی شدن. گوجه خیار پیانو پول کی به حساب میانو. نکته خوبی بود. پروفسور میفرمایند که پولو کی واریز میکنی؟ نگران اون نباشید. بعد از رونمایی از ربات‌ها پول تقدیمتون میشه. بسیار عالی. پس ما میریم ربات‌ها رو آماده کنیم. ممنونم. جلسه رو تموم میکنیم که پروفسورم به کارشون برسن. پروفسور من شما رو تا دم منزلتون اسکورت میکنم. خدا نگهدار. آخر هفته میبینمتون. یس خدا بخیر کنیانو. سلام به همه جکواریای عزیز. آقا مرسی که مثل همیشه داش سعیدو تا انتهای ویدیو همراهی کردید. آقا دیگه نیازی به گفتن نداره. برید جکوار کامنت‌ها رو یکی کنید و منتظر کلیپ‌های بعدی باشید. تا کلیپ‌های بعدی جکوارتونو.